بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. عرض سلام دارم و احترام و عرض خوش آمد دارم خدمت تک تک مهمانان بسیار گرامی، بسیار ارزشمند که از راه دور و راه نزدیک تشریف آوردند. همه امروز مهمان الله تعالی هستند که در این محفل دینی و هم محفل که در آن بحث از مسائل دینی بوده و هم از زندگی دنیا بوده است که به نفع مردم و خیر مردم هست. به الفاظ دیگر بگم این جلسه خدایی و دینی و جلسه مردمی شما شرکت فرمودید. بسیار بسیار خوش آمد خدمت شما عرض میکنیم و خسته نباشید میگیم. الله تعالی این حاضری دوستان را به بارگاه خودش بپذیرد و مورد رضایت خودش قرار بده، مورد خوشنودی الله تعالی واقع بشود، برایتون برکات داشته باشه. و درخواست من اول آنه که الله تعالی از جانب خود رحمت بر شما نازل بکنه، درهای رحمتش را بر شما بگشاید، چون توانایی ما نیست و ما عاجزیم از شکر مهمانانمون و از خدا در عزوجل درخواست داریم و تقاضا میکنیم که شما را بر رحمتش پذیرایی بکنه، به مغفرتش و هدایتش. همه مهمانان بزرگوار و عزیزی، هم از مردان هم از زنان، سروران، برادران، خواهران و مادران و دختران، خصوصا علمای اعزا و گرامی که از همه کشور تشریف آوردن، هم از داخل استان و از تمامی مناطق کشور، مناطق سنی نشین کشور و از مرکز کشور، از استانهای مختلف کشور که ما اینجا نام خاصی نمیبریم برای اینکه این سروران از همه جا آمدند و ممکنه بسیار جا بمانه از ما و از
تحصیل کردگان، دانشگاهیان، فرهنگیان، از معتمدین و ریش سفیدان و از همه طیف و طبقات شکرگزاریم که بزرگواری کردند و در این جلسه که بعد از حدوداً 5 سالی که نتوانستیم این جلسه ختم اول کرونا آمد و بعد دیگه عوارض و یک سری مشکلاتی آمد، نتوانستیم این جلسه را برگزار کنیم. امسال با فضل الله تعالی و حمایت مردم و همکاری سایر دستاندرکارانی که در این همکاری داشتند، بهرحال این جلسه را برگزار شد. الله تعالی برگزار کرد و یه چیزی که مردم منتظر بودن بی صبرانه که به هر حال این برکات گذشته این جلسات را داشتند و این جلسه برگزار بشه. الحمدلله. واقعا زبان قدردانی را و تشکر را از محبت شما، از احساسات شما ندارم. همه علمای گرامی، سخنرانانی که اینجا صحبت کردن، بسیار الحمدلله من احساس کردم که این علما وقتی صحبت می کردن یکی از دیگری بهتر صحبت، همه صحبت جالب بود و احساس کردم که این حرفها را الله تعالی به زبان این علمای گرامی می آورد و اینها حرف این علمان ولی از جانب پروردگار. بسیار صحبت مفیدی بود و سرودخوانان، قاری که قبل از بنده قرائت خوانده، همه مجموعه الحمدلله بسیار خوب بود و نیازی هم به صحبت بنده شاید نباشه و من بنده خدمت شما صحبت طولانی ندارم، صحبت مختصر میکنم با توجه به اینکه این جلسه به درازا کشیده. البته این جلسه 2 روز هست که ما به خاطر شرایط زمستانی و سردی و شرایط ملاحظات دیگر تجمیعش کردیم در 1 روز که بالاخره این آخری سخن پایانی این جلسه هست و لحاظا این خیلی علما مهمانان دعوت کردیم که اگر هر یکی از اینا صحبت بکنند شما میبینید که چه صحبت خوبی را عرض خواهند کرد، ولی بالاخره همین اندازه صحبت کفایت میکنه و بیشتر شما را زحمت نمیدیم. آیه حضورتون تلاوت کردم و در این آیه الله تعالی واقعا احساناتش را بر ما در قرآن عظیم الشان بیان می دارد که بر انسان و بشر چقدر الله تعالی احسان داره که هم بشر را الله تعالی از همه مخلوقات شرف بیشتر داده، کرامت بیشتر داده. وقتی که شما به این جهان نگاهی بیندازید و کتاب خدا را تلاوت کنید و سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را بخونید و ببینید، به همین نتیجه می رسید که تمام این جهان برای الله تعالی بشر خلق کرده، آسمان ها را، زمین را، تمام این آنچه که در زمینه، تمام آنچه که بین آسمان و زمینه، همه اینها برای انسان خلق شدن. ممکنه من و شما خیلی چیزها را ندونیم حکمتشون را، ولی او خدای حکیم
میدانی که اینها چه منافع برای ما دارند و چه نفع و خیری اینها به ما میرسانند، از اینها به ما میرسه. ولی خلاصش آنی که این دو جهانند که الله آفریده، یکی دنیاست که ما الان زندگی میکنیم و یکی جهان آخرت، عالم آخرت، جهان آخرت. و هم الله آخرت را آفریده و هم دنیا را، زندگی دنیا را الله مختصر قرار داده و نافایدار کرده است او را. نهایتش زیاد بشه 100 سال، از 100 سال مردم بالاتر رد نمیشن. خیلی افراد کمی، بلکه پایین تر از 100 ساله زندگی مرد بشر. و آخرت را آفریده و زندگی آخرت زندگی پایداری است و ماندگاری است. آنجا تمام اعضای بدن که الله خلق کرده پایدارند. در دنیا نه، این همه اعضای بدن برای 70 سالن، برای 80، برای 90 سال، 100 سال نهایت و آخر تمام اعضای بدن از کار می افتند. ولی برای آخرت نه، آنجا الله چشم می دهد که همه جهان مشاهده می کند و می بیند. چشم الله عنایت می کند در زندگی دوم، زندگی اول، زندگی دوم که زندگی آخرت. الله چنان چشم می دهد که تمام اهل معاشر را این چشم مشاهده میکنه، میبینه. وقت صحرای معاشر حساب و کتابت این چشم همه را میبینه. و اما چشم دنیا نه. با این چشم قرآن میگه انسان نمیتونه خدا را ببینه، ولی با چشم آخرت که چشم پایداره و ماندگاره و ثابته، او چشم غیر از این چشم خدا را هم خواهد دید و رؤیت باری تعالی آنجا متحقق خواهد شد. اما کیفیتش چیه بغیر از خدا دیگه کسی نمیداند. لحاظا آنجا تمام زبان و چشم و گوش و کل بدن برای همیشه و پایان نداره و ماندگاره و او به هر حال دار پایداره و دار باقی است و دنیای فانی است. اما ببینید نکته اینجا خدمت شما عرض می کنم که این احسانات الله است که دنیایی که برای ما به وجود آورده دنیای آباده و این کره خاکی را که برای ما گذاشته است پر از نعمت کرده. همه منافع ما در این دنیا الله تعالی تأمین کرده و تمام نیازهای ما را برآورده کرده است و تمام منافع آخرت ما را در آخرت تدارک دیده و آنجا سفره بسیار رنگین تر و زیباتر و بهشت که با زبان میشه او را تذکره کرد، اما نعمتهای او را هیچ کسی نمیتونه اینجا کلن توضیح بده و بیان بکنه. پر از نعمت و بهترین نعمت و نعمتی است که از تصور ما بالاتر، از فکر ما بالاتر هست. آنجا الله اون نعمتها را گذاشته است. او دنیا را، او جهان را خیلی سرسبز و آباد کرده برای بندگان مقرب و برای بندگان صالحش و این دنیا را هم الله آباد قرار داده و برای زندگیمون این را الله تعالی پر از نعمت کرده است. ولهذا این دنیا هم نعمت پروردگار آخر و ناپایداری، ولی و نعمت آخرت و زندگی آخرت را الله پایدار قرار داده است. ببینید که برای قسمت دنیاش من یک مطلبی را
در صحبتایم ادامه میخوام بگم. اینا برای همین خاطر ذکر کردم. و انبیاء علیهم السلام را برای ما فرستاده که صاحبان وحیان و پیامبران خدا هستند. انبیاء را الله تعالی مبعوث داشته برای ما و انبیاء را با وحی هدایت کرده و راهنمایی کرده. و انبیاء علیهم السلام اون انسانهای ماهران و او انسانهای فرهیختان نمایندگی در از جانب خدا و رسول و فرستاده خدا بودن برای ساختن خود انسان. انبیاء آمدن که خود انسان را بسازن. همین اندازه که این جهان گسترده نیاز به ساختن داره، دنیا نیاز به آبادی داره، به آبادانی داره و دنیا را میشه با علم که امروز توی دانشگاه ها تدریس میشه و علوم عصریه، علوم روزه، مراکز علمیان دنیا را با همه علم و دانش میشه دنیا را ساخت و دنیا را آباد کرد و دنیا را پیش برد و منافع دنیا را بهره برداری کرد و پیشرفت و ترقی کرد در عرصه های دنیا. همینطور انبیاء علیهم السلام را الله فرستادند که خود بشر را بسازند. خود این انسان 1.5 متری بیشتر و کمتر را بسازند و این انسان آباد کنند و این انسان به الله تعالی برسانند. این انسان از لحاظ اعتقاد عقیده بسازند و عقیده قابل قبول در دل انسان جا بدن، عمل کرد انسان بسازند، اخلاق انسان بسازند و انسان مورد ساخت و ساز قرار بگیره بر راهنمایی الله تعالی و این انسان بشه یک انسان ارزشمند و انسان بسیار قیمتی. همانطور که این دنیایی که غیر آباده و به دست انسان و به دست علوم روز و علوم عصریه و این دانشگاه ها میشه عرض کنم که این دنیا را ساخت و دنیا را آباد کرد و دنیا قابل استفاده بشه و با رونق بشه و ما بتوانیم از او بهره‌مند بشیم، در زندگی دنیا استفاده بکنیم. حیاتی و مهمه. این همه برنامه از جانب الله تعالی است و این برنامه الله تعالی است که انبیا را فرستاده و موضوع انبیا ساختن انسانه. انسان ساخته بشه، انسان پرواز کنه وقتی ساخته میشه به سوی الله و به قرب الله تعالی نائل بشه. انسان تزکیه بشه، تصفیه بشه. خرابی هایی که درون انسان الله تعالی هم گذاشته است از اینها خود را پاک بکنه، از تکبر و از خودخواهی و از حرص و از حب مال و تمام ضعف‌های اخلاقی، خرابی‌های اخلاقی، از ریاکاری، از نفاق، از شرک، همه اینها این انسان انبیاء علیهم السلام تزکیه کنند، بسازند، او را به توحید و یکتاپرستی و خداپرستی راهنمایی بکنند، خدایش را بشناسه و بزرگترین عبادت ایمان هست که به وسیله ایمان با الله ارتباط پیدا بکنه و این سرآغاز و پایه ساختن انسان و اساس ساختن انسان با ایمانه. همینطور
انسان از لحاظ عملی بسازد. احکام دین از نماز که اینجا تذکره شد، از زکات، از روزه، از حج، سایر فرائضن، واجبات دینن، سننن، اینها همه برای آنند که انسان ساخته بشه، انسان به وارستگی برسه، انسان تزکیه بشه، انسان شایستگی پیدا بکنه برای بهشت، انسان بشه. انبیاء علیهم السلام درس‌هایی که دادن و تعلیماتی که دادن، این درس‌ها انسان را به انسانیت میرسانند، انسان نمونه میکنند. شما ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت عیسی، حضرت موسی علیهم السلام، حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، انبیاء را ببینید که دارای چه مقام شامخه، چه انسانای وارستند، چه انسانهای فرهیختند. انسانند روی زمین راه میروند، ولی مقامشون از فرشتگان نزد الله بالاتره، محبوب تره، به خاطر و اعتقادی که دارن، به خاطر ایمانه، به خاطر عمل کرده درسته، به خاطر اخلاق صحیحه، به خاطر اینکه نه انسان‌های که الله اینها را ساخته، الله اینها را تزکیه کرده و برای تزکیه و اصلاح ما الله تعالی جامعه بشری فرستاده است. و روی این عزیزان من نکته مهمه که الله تعالی کتاب نازل کرده برای ما، قرآن عظیم الشأن، واقعا کتاب بی‌نظیری است، واقعا معجزه، واقعا قرآن عظیم الشأن مثل و مانند نداره. همه کتابای آسمانی کلام خداند ولی معجزه نیستند، ماندگار تا قیامت نبودن. قرآن عظیم الشأن کلام خدای، کلام الله، اما معجزه و تا قیامت ماندگاره، تا قیامت قرآن عظیم الشأن میمانه. و این کتاب و هست در دنیا. عزیزان من، شما چه سرمایه بزرگ امروز مسلمانان دارند که بالاتر از قرآن عظیم الشأن باشه، بالاتر از اعتقاد صحیح باشه، بالاتر از این احکام نورانی باشه، بالاتر از این اخلاق زیبا و کریمانه و کم نظیر که قرآن عظیم الشأن تعلیم داده و سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. لحظه این وقتی که در زندگی انسانی نمی آیند، این انسان به الله واصل میشه، به قرب الله میرسه و محبوبیت پیدا میکنه پیش الله تعالی و نگاه الله تعالی بر سر این بنده میشود و این هم آرامش پیدا میکنه توی زندگی دنیا، سکون پیدا میکنه توی زندگی دنیا، آخرتش هم آباد به بهشت میرود. و این دینی که الله تعالی فرستاده، در دین سعادت دنیا موجود هست و سعادت آخرت موجوده، سربلندی دنیا و سربلندی آخرت در این موجود. و این مایه عزت برای ما، مایه شرفه و دنیایی که الله درست کرده، اون نعمت دیگری که الله تعالی در اختیار ما گذاشته برای همین زندگی دنیایی. انبیاء علیهم السلام گرچه موضوع پر ارسال رسول و بعثت انبیاء ساختن خود انسانه، ولی ساختن دنیای اونها هم بوده، به دنیا راهنمایی کردن. به کشتی را اول حضرت نوح علیه السلام با وحی ساخت و بالاخره این کشتی سازی در دنیا راه افتاد. یکی از انبیاء علیه السلام خیاطت را انداختند
و قبلا بشر پوست به تن می کردن و پوست را به عنوان لباس استفاده می کردن، اما بعد این دوخت را افتاد و بالاخره بسیاری از این صنعتان و تولیدات که برای بشر توسط انبیاء علیهم السلام راهنمایی شدند. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بهترین هدایت و راهنمایی را در رابطه با طبابت داره، در رابطه با زندگی دنیا داره و آن حضرت صلی الله علیه وسلم مرا راهنمایی میکنه همیشه در خیلی مسائل، در این کیسه مشغول باشه، سوال نکنه، بری از دسترنج خودش نان بخوره. و شهر مدینه منوره اسیران مشرکین مکه را گفته هر کسی که 10 صحابی را سواد یاد بده لحظه او را آزاد میکنن، مجانی آزاد بکنید. و لحظه 10 نفر کسی که تعلیم میداد، سواد یاد میداد، آزاد میکردن. این همه تعلیم زیبای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. برای دنیای ما نظر فکر کردن، برای زندگی دنیا نظر راهنمایی کردن. نخواستن ما فقیر بشیم، نخواستن که ما پشت به دنیا بکنیم، بلکه نخواستن که ما عاشق دنیا بشیم، فریفته دنیا بشیم، بلکه دنیا برای ما خلق شده و ما برای آخرت خلق شدیم. دنیا برای ماست، ما برای الله تعالی خلق شدیم. ولهذا ما را به دنیا هم راهنمایی کردن، هدایت کردن. و امروز هم علما مدارس دینی مخالف با دنیای مردم نیستن، مخالف با تحصیل نیستن، بلکه ما بسیار بسیار علاقمند بودیم که امروز که این فارغ التحصیلان 4 سال را امروز اینجا جایزه میدیم. ما حداقل 100 نفر را جایزه دکترا میدادیم امروز و از دکترای منطقه یا کشور دعوت میدادیم و اونها را امروز اینجا تشویق میکردیم و جایزه میدادیم. ولی شرایط امروز طوری است که ما میترسیم که اگر اونها بیاین اینجا ما جایزه بدیم فردا گزینش گیر بکنن، جای دیگه اونها را گیر بدن. و ما امیدواری که این شرایط فشار در کشور ما برطرف باشه نباشه. ما برای این خاطر خوشحال بودیم. ما میخواهیم دنیای شما هم ترقی بکنه و شما توی دنیا پیش برید و دنیای آبادی داشته باشید و ما میخواهیم شما دین کامل در زندگی شما باشه. شما هم عبادت الله تعالی را بکنید، خدا را ذکر کنید که با ذکر الله، با بندگی خدا شما سعادت حاصل میکنید و آرامش در زندگی دنیا و راحت زندگی دنیا با خداست و شما آخرت به بهشت برید. شما کامیاب بشید در دنیا و موفق بشید توی دنیا و هم آخرت بدرخشید توی دنیا و بدرخشید روز قیامت. این آرزوی ماست. ما میخواهیم شما در صفای نماز صفتون طولانی باشه و نماز بخونید، الله را بندگی بکنید و مراکز علمی و حوزه‌هایتون آباد باشند. و ما میخواهیم همینطور که دانشگاه هم آباد باشند. و شما 2 تا دانشن، دانش ساختن دنیای، دانش ساختن آخرت و ساختن آخرت با ساختن خود انسان شروع میشه. هم شما ساخته بشید، به فرهیختگی برسید و رشد داشته باشید توی دنیا و هم رشد داشته باشید توی آخرت. مخالفیم با این و این را سروران گرامی ناموفقیت ناکامی میدانیم برای بشر که تنها در فکر معاش باشه، تنها در فکر مادیات باشه، تنها در فکر ساختن دنیا باشد و برای آخرت فکر من
نباشه. متاسفیم نسبت به اون مادران و پدران که فکر دنیای فرزندانشون را دارند ولی فکر آخرت فرزندانشون را نمی کنند. برای آخرت فرزندانشون فکرمند نیستند. و توصیه می کنیم که هم برای فرزندانتون فکر دنیایشون را بکنید، به علم بپرستید، به دانش بپرستید، و هم فکر آخرتشون را بکنید، به دانش دین بپرستید، به دانش دنیا بپرستید، به بخش آخرت بپرستید، علوم دینی را حاصل کنند، قرآن عظیم و شان بخوانند، احادیث آن حضرت را بخوانند و ببینند که چه گوهر در این از باب راهنمایی و هدایت و دانش در قرآن موجوده و چه گوهرهای در حدیث موجوده. اینا به یک زندگی جاودانه راهنمایی میکنند که انسان برای او زندگی آخرت و جاودانه انسان آمادگی میکنه و سعادت هم دنیا را و سعادت آخرت را کسب میکنه. ولهذا این هر دو بخش. و من عرض میکنم که گاهی جایی عرض کردم که اگر ملت ما دنبال دانش روز نرود و دانش روز و عصریه و دانشگاه را کسب نکنه، ملت مسلمان اگر این کار نکنه عقب میمانه. و اقوام ایرانی که در ایرانند اگر هر قومی به این دانش روز نرود عقب میمانه. این قومیت ها عقب مانده میشوند، ملت ها عقب مانده میشوند، ملت مسلمان عقب مانده میشه. و هر کشوری که ملتش دانش روز را رشد داشته نباشه، ترقی نکنه، کاملا فرا نگیره، لذا این کشور عقب مانده میشود. و همینطور اگر ما دانش آخرت را کسب نکنیم، علوم حوزه های ما پیشرفت نکنند، مکاتب قرآنی پیشرفت نکنند، بخش دین پیشرفت نکنه، ملت روز قیامت عقب میمانه. هم توی دنیا عقب مانده دینی و معنویه و روز قیامت هم عقب مانده. ولهذا آنجا همانطور که بهشت الله آماده کرده به همه نعمتاش، جهنم را به انواع عذاب آماده کرده برای نافرمانان، برای کسانی که از خدا غافلند، برای کسانی که دنیا را بلدند ولی خدا را بلد نیستند، آخرت را بلد نیستند و خدا را بندگی نمی کنند. ولهذا اونها در آنجا گرفتار خواهند شد. عزیزان من، سخت است او لحظاتی که الله جهنم ظاهر میکنه برای اهل محشر و او لحظاتی که بهشت نزدیک میآوره برای متقین و پرهیزگاران. و آنجا نمایش جهنم میبینند، نمایش بهشت میبینند. و آنانی که جهنمیان، آنهایی که محکوم شدن به جهنم و آنها بهشت هم میبینند و جهنم هم میبینند و در محاصره جهنم قرار بگیرند. برای اونا بسیار سخته، اون لحظات سخته. و عزیزان من، نباید نزدیک فکر کنیم ملت مسلمان، مردم عزیز، نباید جلوی پایمون را نگاه کنیم بلکه دور نگاه کنیم، ببینیم که ما مسیرمون به کجایه، از کجا آمده ایم، به کجا داریم میریم. توقف چندین ساله در دنیا داریم و اینجا برای آباد کردن آخرت، هم آخرت آباد کنید هم دنیایتون آباد کنید. دنیا را برای خودتون بسازید، دنیا را برای فرزندانتون بسازید، دنیا را برای مردم دنیا بسازید، برای جهانیان بسازید، برای دیگران بسازید. ولی آخرت خودتون آباد کنید، آخرت مردم کوشش کنید که آباد کنید، که دیگران را به راه خدا دعوت بدید و
به آخرت دعوت بده. این دوتا علمان و توصیه می کنم به هر دو علم و دانش، دانش دینی، دین و دانش دنیا، هر دو دانشان و هر دو دانش را باید فرا گرفت، به هر دو تلاش کرد. شما نیاز دارید به علمای ربانی و علمای صالح و نیاز دارید شما به آخرت و نیاز دارید به دنیا و تحصیل کردگان و متخصصان فرهیخته هم به این دانش، هر دو دانش الله تعالی برای مردان تنها نگردانیده، بلکه دانش برای همه هستند. هم زنان حق دارند که دانش فرا بگیرند و هم مردان حق دارند که فرا بگیرند، و لحاظا هر دو میتوانند دانش کسب کنند و با دانش رشد کنند و با دانش ترقی کنند. و ما مسیرمون سروران گرامی مسیر اعتدال و مسیر میانه هست. ما نه اعتقاد به افراط داریم و نه اعتقاد به تفرید داریم، نه معتقدیم به تندروی و تندروی مال دین اسلام نیست و تفریط و کوتاهی هم در ضعف و سستی هم این مال و مورد رضامندی الله نیست. این هم راه درست نیست، راه ناصحی است. اعتدال و میان روی حیاتیه و ماندگاره و مورد رضامندی الله تعالی است. ما اعتقادمون همینه که ما باید دنیا را هم در نظر بگیریم و آخرت را هم برای مردم و برای خودمون بخواهیم، دنیا را هم برای خود و مردم در نظر بگیریم. مسیر ما اعتدال، رای میانه و ما فکر میکنیم روی انسانیت فکر میکنیم و معتقدیم که انبیاء علیهم السلام روی انسانیت فکر کردن، برای تمام انسان دل سوختن، برای همه انسانها فکرمند بودن و تلاش کردن و از هر رای وارد شدن که انسان هدایت بشه، انسان از عذاب نجات بگیرن، دنیایش هم راحت بشه، آخرتش هم راحت بشه. و ما در همین مسیر فکر میکنیم. برای همه انسان ها معتقدیم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رحمت بودن. رحمت برای مسلمانان نه، بلکه برای همه انسان ها رحمت. و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، نه تنها برای انسان ها بلکه برای جن و انسان و تمام موجودات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رحمت بودن. و امت مسلمان رحمت باشه برای همه جهان، ما برای کسی عذاب نباشیم. اسلام به ما این تعلیم داده. شما وقتی که محمدی هستید و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را ما قبول داریم و به آن حضرت اعتقاد داریم، باید برای همه جهانیان رحمت باشه. و بله جهاد هم در اسلام که هست و دفاع هست. معتقدیم که جهاد یک نظر خیلی بزرگ همینه که یک عرض کنم که جهاد یک چیز دفاعیه و بازدارنده از تجاوز، از ظلم، از استکبار. و الا دین اسلام دین مسالمت آمیزه، دین تعامل، دین مدارای، مسالمت زیستیه. و ما با همه دنیا با مسالمت زندگی میکنیم و با اخلاق حسنه و انسانیت میتوانیم که دنیا هم تحت تاثیر قرار میگیره و دنیا را تحت تاثیر میشه قرار داد با اخلاق نیک. و همه کارشناسان اسلامی اتفاق نظر دارند که دین اسلام با شمشیر نرفته، دنیا را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه اعتقاد زیبای اسلامی و احکام نورانی اسلام و اخلاق اسلام، با اخلاق دنیا متاثر شده. دنیا اسلام مسلمانان امروز اگر میخوان دنیا متاثر قرار بدن، راهش اخلاق نیکه
و او اخلاق قرآنی را در زندگیشون پیاده بکنن، سیره آن حضرت و سنت های آن حضرت میتوانند که به هر حال راهگشا باشند و ملت دنیا را ما میتوانیم تحت تاثیر قرار بدیم. ما خیرخواه دنیاییم و تلاش ما آنه، فکر ما، دعای ما آنه که همه دنیا را الله به مسیر صحیح و صراط مستقیم و راه درست هدایت کنه. نمیخواهیم برای کسی عذاب باشیم و ما را الله عذاب نکرده برای جهانیان، بلکه ما را الله تعالی رحمت قرار داده برای جهانیان و پیامبر اعظم ما را الله رحمت قرار داده. قرآن رحمت و حدیث که طالب آن حضرتن همه اینها رحمتن و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. و روی این ما به هر حال همین میخواهیم که به توی کشوری مخصوصا که اینجا ایران زندگی میکنیم و شهروند ایران هستیم و اعتقاد ما اینه که به هر حال این کشور همونطور که هر کشور مال همون ملت هست، ایران مال مردم ایرانه و منافعش متعلق به همین مردم هست، منافعش متعلق به همینه و این ملت حق داره که به هر حال به این ملت توجه بشه و رسیدگی بشه. اگر دردی دارن و فریادی دارن و خواسته دارن به خواسته هایشون رسیدگی بشه. و لحظا امروز به هر حال این مردم مشکلات دارند و یکی از بزرگترین مشکلاتشون که مردم گرفتارن مسئله اقتصاد هست و معیشت که فشار وارد کرده بر همه مردم و او کشورهایی که کم درآمدند و درآمد ندارند و بیکارند، مشغله ندارند، واقعا زندگی برای اونها بسیار تنگ شده و بسیار با مشکلات مواجه و همه اقشار امروز با مشکلات مواجه. اون کشوری که درآمد داره، کارمند، کارگر و صاحبان کارخانه هستند، صنعتن، تولید کنندگانن، همه اینها مشکل دارن به خاطر آنکه پولشون امروز از اعتبار ساکت شده و این فشار وارد میکنه. زندگی امروز فشار وارد میکنه و مردم ایران امروز با فشار زندگی میکنن و یه چیزی که همه ما را رنج میده برای مردمی که کشورشون همه امکانات داره و همه نعمت هستن و یکی از کشورهای ثروتمند دنیای به اعتبار معادن و استعداد و اما چرا این مردم به مشکلات گیر بکنن؟ و لحظا این به هر حال نتیجه آنه که باید همه مسئولان به فکر بیفتن و این رای حل و راهکار داره و بالاخره اون راهکارها باید عملی بشوند که این مشکلات حل بشه. به سادگی حل نمیشه و تمام این دارایی های کشور آنچه که یک خاص اجماعی ملت همینه که این دارایی کشور به مردم خود ایران خرج بشوند، تمام سرمایه ها در خود کشور خرج بشه و بالاخره مردم از این مشکلات نجات حاصل بکنند. آدم وقتی که میبینین اصناف و کارگران، معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان و انواع مختلف اصناف همه امروز گرفتارند و منافع ملی کشور ما از هر مسائل دیگری مهمتر است که منافع ملی تامین بشه و مسئولان و تصمیم گیرندگان منافع ملی را در نظر بگیرند و کار مهمتر از اینه که باید خیلی فکر بزرگتر بکنند. همه را دعوت میدیم به فکر که
رای حل چیه؟ چاره چیه برای ملت؟ و این به هر حال حق ملت، حق مردم هست و ما امیدواریم که الله تعالی مشکلات گوناگون کشور را حل بکنه. مدیران ضعیف و مدیران ناتوان این مشکلات از همین مدیران ضعیف و ناتوان بیشتر آمده و بالاخره کشور نیاز داره به مدیریت قوی و به هر حال فکر دست جمعی و به هر حال مهمترین نکته اینه که امروز باید کشور ما دریابیم و ملت دریابیم و به ملت منافع ملت فکر کنیم و تمرکز به ملت خود ایران بشه و تمرکز به خود کشور بشود و ما امیدواریم که الله تعالی آینده روشنی جلوی همه بگذارد و به هر حال این مراسمی به طول نکشه و هوا داره کم سرد می شود و من توصیم خدمت همه شما مردم عزیزانی که دین محکم بگیرید و دین مضبوط بگیرید و هم برید دنبال رزق حلال و طلب کنید نان حلال را که روزی حلال یکی طلبش یکی از فرایض هست، فریضه ها هست، همانطور که فرایض دینی هست. بدون روزی حلال به هر حال ما نمیتوانیم که به خدا برسیم اگر روزی حرام باشه و نان حلال مهمه. دنبال روزی برید و قناعت بکنید به هر چی که الله تعالی برای شما مقدر کرد و خدا را بندگی کنید و احکام الهی را در زندگیتون پیاده بکنید. اگر میخواهید که سعادت دنیا و آخرت، شرف دنیا و آخرت نصیب من شما باشد، آنه که دامان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را محکم بگیریم، رسمان الله تعالی چنگ بزنیم و به هر حال الله تعالی را با جان و دل بندگی بکنیم. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت بکند و من به مادران و خواهران که در این جلسه حضور دارن هم و توصیم همین هست که به هر حال به فرزندانشون رسیدگی بکنن و خودشون قرآن عظیم و شان یاد بگیرن، دین یاد بگیرن، دنبال دانش برن و دانش دینی حیاتیه که ما دانش دینی را فرا بگیریم و دانش دینی و دانش دنیا هر دو مایه بالندگی و مایه ترقی جامعه ما هست. الله تعالی موفق بده. این تحصیل عزیزانی که جایزه اینجا دادن اینا مال چند سالن، 44 سالی که جایزه نتوانستم بدن اینها را و بالاخره امامه سر میگذارند و تشویق میکنند این شاگردان 4 سال از حافظان قرآن و همچنان از فضلا بودند. والله تعالی اینها را توفیق عمل عنایت کنه، خدمت گزار دین بگردانه و جا داره که بنده تشکر کنم از همه کسانی که ما را یاری کردند و کمک کردند در این امر خیر و در این جلسات کمک کردند. به هر حال از اونها شکرگزار باشم و به هر حال مسئولین استان در این باره هم همکاری کردند و هم عموما همکاری بوده و مشکلاتی نبوده الحمدلله. و البته بعض مهمانان ما را که جلو گرفتند در استانهای مختلف از علمای بزرگ منعشون کردن از حضور در جلسه، گلایه اون را داریم و که کاش که می گذاشته این علما هم می آمدن، این مهمانان هم می آمدن
ولی او افراد خاصی را من کردن و اونها هم شریک این جلسه ما هستند و در اینجا در حق اونها هم دعای خیر می شود و انشالله همه‌تون برای اونها دعای خیر بکنید. الله تعالی اونها را شریک جلسه بگرداند و جمیع کسانی که اینجا پول مصرف کردند برای پذیرایی مهمانان و این جوانانی که اینجاست در صوت تنظیم کردن، در قسمت پخت و پز کمک کردن، در قسمت انتظامات و در همه قسمت ها و تمام قسمت ها همکاری کردن، جانانه همکاری کردن. این شوق و رغبت امسال را ما هیچ سالی ندیدیم و بالاخره جا داری که از اونها تشکر کنیم. همه این برکاتی که شما اینجا میبینید برکت این بالاخره مرکزی است که حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه یک انسان بسیار فرهیخته، عالم ربانی و عالم صالح که این مرکز اساس گذاری کرده و این دعا کرده و بسیاری اوقات دعا می کردند و گریه می کردند. در صحرای عرفات برای مدرسه دعا کرده است. نتیجه زحمات حضرت مولانا، نتیجه اخلاص دعای حضرت مولانا است و یہ اساتید بسیار صالح و جا داری که من از این اساتید شکرگزار باشم. الحمدلله اساتید همدل و همنیت و صالحان که اینجا خدمت کردن و زحمت کشیدن و مردم خوب جا داری که من تشکر کنم از همه و از مردم خوب زاهدان و همه مردم و به هر حال این مردم کشور از جاهای مختلف کمک کردن. همیشه گاهی از یکی جای کمک می فرستد و لحظه دعای خیر مردم، همکاری شما مردمه که الحمدلله ما داریم به فضل الله تعالی جلو میریم و این مسجد که الحمدلله فضل عظیم الله تعالی است که ساخته شده و داره هنوز کارش تکمیل نیست و ما امیدواریم که همکاری بشه که مسجد تکمیل بشه و معماری داخلش به آخر رسیده است و انشاءالله معماری بیرونش است و بتوانی کار تکمیل بشه و الله تعالی شما را جزای خیر عنایت کنه. بهترین رحمت و برکات را الله بر شما نازل بکنه و شما را سعادت دنیا و آخرت نصیبتون بگردانه و ما دعایمون هست و کوشش و تلاش هم هست و هر اندازه که میسر بشه و الله تعالی توفیق عنایت بکنه برای شما فکرمندیم و انشاءالله الله تعالی رحمت و برکاتش را بر سر همه نازل بکنه و عاقبت همه را و واقعا زبان تشکر ندارم از علمای گرامی که ما را همیشه همکاری میکنند. علما الحمدلله همه علما امروز علما در کنار هم علمای استان، هم علمای کشور و خصوصا علمای اهل سنت ماشاءالله همه همراهی میکنند و همراهند و اتفاق بین همه برادران اهل سنت الحمدلله از مدت دیری که جریان داره و اتفاق بین همه ملت ایران. ما امروز به هر حال همه ملت ها کنار یک دیگه میبینیم. مردم ایران یک ملت هستند و از بهترین ملت های دنیا و این ملت ها الله تعالی مشکلاتش را حل بکنه و اینها را همون عزتی که شایسته این ملت به این ملت برگردانه و همه باید تلاش میکنیم برای همین که عزت از دست رفته برگرده و مشکلات این ملت حل بشه و این ملتی که از ملت‌های سربلند در دنیا
بتوانه سربلند زندگی بکنه و عاقبت همه ما را به خیر بگردانه الله تعالی. و من عرایزم را به همینجا به اتمام برسانم و بقیه انشاءالله عزیزانی که باید تشویق بشوند و آخری جلسه و پایانی و زودتر تمام بشه. هوا مقدار سرده و غزه هست که الان الحمدلله به فضل الله تعالی آتش بس شده و شاید تشریف داشته باشید دوستان، تشریف داشته باشید. غزه به هر حال من شما میدانیم که چقدر ظلم شده و مردم غزه چه اندازه مقاومت کردن و لحظه ما باید به مردم غزه رسیدگی بکنیم الان که وقتی یعنی که غزه را باید بسازن و غزه نیاز به کمک انسان دوستانه داره، نیاز به همدردی شما داره و انشاءالله ما یک کمکی جمع‌آوری بکنیم که خود به وسیله مردم، به وسیله شما مردم به غزه مصرف بشود و انشاءالله این کمک انسان دوستانه را که همه جا میکنند و لحظه حقی است که من و شما به این مردم عزیز غزه رسیدگی بکنیم. حق مردم عزیز غزه هست بر سر من. انشاءالله از فردا جمعه همه ائمه جمعه کمک جمع‌آوری بکنند و مردم را تشویق و ترغیب بکنند به کمک. دومی چیزی که من فراموش کردم اینجا خدمت شما بگم، فردا در درس تفسیری از چند ساله که توسط استاد تفسیر مولانا بدری اینجا جریان داره و این الحمدلله بسیار مفیده و معمولا روز شنبه باید این درس تفسیر آغاز بشه و آغازش را دوستان اینجا قرار داده و لحظه از اینجا همه دعا میکنیم انشاءالله برای اینکه این درس تفسیر موفق بشه و واقعا تشویق میکنیم همه شما را که از این درس های قرآن هر جا هستن بهره بگیرید که اینجا درس دارالعلوم مکی در خود اینجا هست و هر جا درس تفسیره. این درس های تفسیر مهمه و به درس قرآن شرکت بکنید. قرآن برکات خودش را داره و فیوزات و هدایت بالاخره قرآن در خود قرآن عظیم و شان است و خدا شما را موفق کنه و مشکلات دیگه مسائلی که هست انشاءالله دوستان یاد میکنن و صلی الله علی سیدنا محمد.